سلام و عرض ادب. در این بخش از آموزشمون، در قسمت دوم آموزشمون، میخوایم یاد بگیریم چطوری میتونیم با استفاده از ویرای ساند یه نورپردازی داخلی رو انجام بدیم. در آموزش قبلی یاد گرفتیم که با استفاده از ویرای پلن به جای نور خورشید چطوری یه پروژه داخلی رو نورپردازی کنیم. حالا تو قسمت دوم با استفاده از ویرای ساند این کار رو انجام خواهیم داد. خب ما اول یک نگاه به پروژه میکنیم که دقیقا دستمون بیاد که چی به چیه دقیقا. خب کادرم حذف کنم. پنجره رو از اینجا داریم. این هم یک صفحه است که میتونیم با پلن ترسیم کنیم یا با لاین ترسیم کنیم بهش اکسترود بدیم یا با پلین ترسیم کنیم بهش بند بدیم. من میخوام به این بک‌گراند بدم، این رو هم بهتون یاد خواهم داد. خب نور خورشید رو چطوری ما باید اعمال کنیم؟ میرم به نمای تاپ. دقت بفرمایید دوستان، زاویه دوربین که جهت دوربین اینه با زاویه نور خورشید بهتره که حتما عدد 8 رو درست کنن به این حالت، چون که ما میتونیم اون موقع سایه ها رو هم قسمتی که سایه است و هم قسمتی که نور داره رو ببینیم و بتونیم برجستگی ها و تو رفتگی ها توی آبجکت هامون دقیقا تشخیص بدیم. خب من این زاویه درست کردم، میرم به نمای فرانت، ارتفاع مد نظر رو به خورشید اعمال میکنم. خب این است. میرم به نمای پرسپکتیو و اینکه چطور به این قسمت نور بک‌گراند بدیم. متریال رو باز میکنم. در قسمت متریال یه سمپل رو انتخاب میکنم، بهش از کادر ویرای لایت MTL میدم. ویرای لایت MTL. خب این باید نور داشته باشه. نورش رو میتونم روی 16 15 17 تا 20 میتونم تنظیم کنم. من میذارمش روی 16. نان رو میزنم. با استفاده از بیت مپ باید بهش متریال بدم. پس نام رو زدم و بهش متریال دادم. خب این هم از متریال اعمال شده. خب حالا ببینیم نتیجه کارمون چی هست. بک‌گراند رو داریم، نور خورشید رو داریم، رندر میدیم. دوستان قبل از اینکه رندر بگیرین حتما دقت بفرمایید که حتما گزینه فریم بافرتون فعال باشه، چون من با فریم بافرم الان میخوام یه چیزایی باهاتون کار کنم. میذاریمش روی لا تا رندر سریعتر بگیره. ابعاد رو کم میکنیم تا سریعتر رندر بگیره. رندر رو میزنم. خب در ادامه داریم پروژه‌مون رو میبینیم که بسیار زیبا بدون نیاز به نور دیگه‌ای نور پردازی شده. سایه فریم های پنجره‌مون هم اینجا افتاده، نیاز به نور دیگه‌ای هم نداریم. اما کاری که الان میخوایم با فریم بافر انجام بدیم اینجا مهمه. من میخوام با این فریم بافر کار کردن شما هم آشنا بشین. برای شروع ما این ستا رو میزنیم. این ستا باعث میشن که یه سری کادرها فعال بشن. این کادرها یکی اینجا یه سری گزینه‌ها فعال بشن، یکی اینه، یکی اینه، یکی هم اینه. این برای روشنایی کارمونه، یعنی ما میتونیم با مثبت و منفی کردن کار رو روشن و تاریک کنیم. این قسمت برای ایجاد کنتراسته. ما میتونیم کنتراست کار رو زیاد و کم کنیم. مثلا کنتراست کارمون زیاده و میتونیم با افزایش نور کار رو بهتر جلوه بدیم. اینجا که این اتفاق افتاده و حالت سوختگی داره یه نوع باعث زیبایی میشه. پس شما میتونید با استفاده از این دوتا کارتون رو بهتر جلوه بدید. خب امیدوارم از این آموزش هم لذت برده